تنت یکی از بد فهمیده شده ترین فیلم های تاریخ سینماست. فکر میکنم علتش اینه که غالبا مخاطبا میخواستن فیلمو بفهمن، اما تنت اصلا راجع به فهمیدن نیست، راجع به تجربه کردنه. Don't try to understand it. Feel it. یا کریستوفر نولان توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود My life is like a Christopher Nolan movie. I don't really understand what's going on. What would you tell him or her? I'd say don't try to understand it, just feel it. تنت روی یه مفهومی به اسم آنتروپی معکوس ساخته شده، جایی که قانون دوم ترمودینامیک برعکس میشه و آنتروپی یک جسم برمیگرده. من الان میدونم دقیقاً دارم درباره چی صحبت میکنم؟ نه، هیچ ایده‌ای ندارم این چیزایی که گفتم یعنی چی. حقیقتاً نمیتونیم چیزی رو توضیح بدیم یا کامل بفهمیمش وقتی اون چیز اصلا برای فهمیدن ساخته نشده. زندگی هم همینه، یه تنت بزرگتر، یه الگوریتم فوق‌العاده پیچیده که ما شخصیت اصلیش هستیم. کارمون هم اینه که سر نخا رو پیدا کنیم. اونجا یه تیکه حقیقته، اوکی برش میدارم. اونجا این نشونه است، میرم سراغش. این وری کمی تجربه است، میرم و به دستش میارم. اون وری نوری میبینم، میرم دنبالش میکنم. آخر سر هم با کنار هم گذاشتن همه اینا سعی میکنیم یه معنای کلی بسازیم. هرچی بیشتر توی این مسیر تلاش میکنیم، بیشتر نزدیک میشیم به دیدن اون تصویر بزرگتر. تصویر بزرگتری که عملاً ما یه بخش خیلی کوچیکی ازشیم و هیچ راهی برای فهمیدنش نداریم. اما چون گاهی اوقات زندگی رو نمیفهمیم، پس باید امتیاز پایینی بهش بدیم. نه، میتونیم حسش کنیم.